امروز به لاهیجان اومدم، شهری که توش دوست زیاد دارم و به همین خاطر خاطره های خوبی هم دارم. حالا برای ساخت این قسمت از برنامه شهر و غذا با آقای شرافت‌پیما آشنا شدم. آقای شرافت‌پیما پژوهشگر حوزه غذاست. سلام، خوبی؟ صبح بخیر. اینو بی زحمت فقط رسم می‌کنی؟ بله. بیشتر دوست دارید که کدوم قسمت ها رو ببینید؟ اول که بریم صبحونه بخوریم که وقت خیلی گشنمه. خیلی عالی. بعد بریم اون قسمت کارخانه ابریشم. یادم با هم دیگه یه بار صحبت کردیم و شما گفتید که مهمه که ما حتما اونجا بریم. عمارت فلاتوری. اینجا ورودی شهر هست. از یکی دیگه از اونجا دو سه تا هم تو مسیر رد کردیم. بچه‌ها دارن یا؟ صحبتی بکنیم ببینیم بچه‌ها هم کجا هستن. چی کار کنیم؟ در رابطه با شاپوری من یه توضیح بدم. اینجا ورودی از سمت لنگرود لاهیجان هست و قبلا اون اول این خیابون انتهای لاهیجان بود. پرسیدن این ماشینای بنز 190 که خط کناره کار میکردن می آمدن اینجا واسه این نهار یه نیمرویی میزد که با روغن زیتون، حالا احتمالا مثلا سرخش میکرد نیمرو رو شعله کم و لوبیا رو میذاشت دورش و حالا بعد اسمم خودش انتخاب اسم خودش انتخاب نکرد، اسم شاپور بود. بعد اونا میخواستن بگن آقا چی بخوریم، مثلا راننده ها امروز نهار چی بخوریم، میگفت مثلا بریم از اونایی که شاپور درست میکنن که اسمش کم کم شد شاپوری. آره. ازم پور من شاید دروغ نگم الان 20 سال بیشتر میشناسم. چند سال اینجاست؟ من از موقعی یادم بود اینجا بود. ازم پور چند سالی است شما یه رئیسایی؟ بله 40 سال. 40 سال. آره 40 سال. قدمت این ساختمون 130 ساله. ساختمونی که آقای شرافت‌پیما به اسم ساختمان فلاتوری ازش یاد میکنه. فلاتوری به زبان یونانی یعنی ابریشم. همون کلمه‌ای که ما تو زبان گیلکی بهش نوقان میگیم. اونطور که من شنیدم به خاطر آفت کشاورزی و قوانین مالیات حکومت مرکزی قاجاریه عملاً این صنعت از بین میره و حالا این تصویر از کار افتاده این ساختمون رو ما میبینیم. لاهیجان هست. تو زبان گیلکی به پل میگم پرد. اینجا یک محله قدیمی است که میگم پرد سر یعنی روی پل. این پل تو قرن 4 درست شده و 5 متر عرض و 50 متر طول داره. ارتفاع این پل تقریبا 30 متر. 2 تا تاق جناغی در زیرش تعبیه شده به خاطر سبکسازی تو اون قرن و با ملات ساروج چون درست شده و خشت‌های خام به خاطر سبکسازیش چند تا اتاق داخل این پل هست که بله برای استراحتگاهی بوده که اینجا مسیر جاده ابریشم بوده. به خاطر استراحتگاه و کاربرد دومی هم که داشته به خاطر سبکسازی خود سازه هم میگن که بعضیا معتقدن که این کار رو انجام دادن ولی در اصل همون استراحتگاه بوده. ولی حالا الان فقط رفت آمد پیاده رو بله ماشین و اینا نمیشه. نه یه چند سالی هست که دیگه
اینجا مسجد اکبریه هست، یکی از قدیمی ترین مسجدهای استان گیلان هست. خدمت شما این مسجد همون سال قرن 4 هجری قرن 4 هجری شروع شده توسط حاج علی اکبر خان. اسم اکبریه به خاطر همین هست. یک کتیبه داخل مسجد هست که تمام مراحل ساخت این مسجد رو با شعر توش توضیح داده. اهمیت این مسجد در اینه که تو اون قرن اون آقا وقتی که این مسجد رو شروع کرده انقدر مساحت مسجد و بنا زیاد بوده که فکر کردن میخوان یک کاخی بسازن و این خبر رفته به مرکز و مرکز جلوی این کار رو گرفته تو قرن 4. فقط این قسمت شبستان این قسمت مناره تو قرن 4 شروع شده. بعد توی زمان قاجاریه اومدن این مسجد رو ساختن که بخشی از اون پروژه بوده. دوره‌های دیگر مثل پهلوی هم دوباره اومدن قسمت‌های دیگر مثل این قسمت شاهنشاه. بله. ولی پروژه اصلی یک پروژه خیلی خیلی بزرگ بوده که توی اون کتیبه نوشته که اگه ساخته می‌شده مثل یک دانشکده بوده که با مسجد ایاصوفیه استانبول برابری می‌کرده نقشش. مسجد یا خونه؟ نه اینا به حساب جایی بودن که طلاب واسه مدارس دینی می اومدن اینجا جدیدترین به قول معروف قسمت چیزی که مال دوره پهلوی بوده. قسمت پهلوی بله از آجرای قزاقیش و اینا مشخص است که خیلی قدمتی نداره اینجا. اومدیم یکی دیگه از مسجدهایی که در دوره صفوی توی لاهیجان ساخته شده، مسجد 4 پادشاه. اینجا آرامگاه 4 سید کیاییه که 1 نفر پادشاه گیلان بوده و 3 نفر پیشوای دینی. در زمان قدیم به پیشواهای دینی پادشاه میگفتند. نقاشی هایی که روی دیوار میبینیم کار نقاش عثمانیه که با رنگ طبیعی کشیده شدن. روبروی همین مسجد حموم گلشنه. به مرور زمان به خاطر زلزله، آتش سوزی و خیابونکشی‌های شهری بخش زیادی از این حموم از بین رفته و حالا فقط قسمت مردونه این حموم فعاله. این ساختمون سال 1296 که یک وزارتی به نام فلاحت، تجارت و منافع عامه در ایران تأسیس شد، به فکرش افتادن که این ساختمون درست کنن. سال 1306 کاشف السلطنه پدر چای ایران که اولین شهردار تهران هم بود یک همتی میکنن و این ساختمون رو درست میکنن. این دفتر کار کاشف السلطنه میشه که زیادم فاصله بله یه چیزی هولوش شاید 150 متر فاصله داره اون ور خیابون با این ور خیابون. در رابطه با خود کاشف السلطنه اگه بخوایم صحبتی داشته باشیم، کاشف السلطنه لاهیجانی نبوده ولی اینجا اومده این زمین‌های اینجا رو دیده، به کوپایه رو دیده، اینجا چندین جا تو ایران چای رو تست کرده ولی اینجا جواب داده و اومده اینجا شروع به کار کرده با چند تا از کارشناسای چینی و این به حساب مقبره هم به خاطر اینه که چون اینجا این زحمات کشیده و چیز آورده گفته روی یکی از این تپه‌ها بنده. گیلانه تی چومن می جان بلایه ناز گیلانه می چومم تی رای پایه تی خوشی می آرزو بود. شیرین قطع غذای رسمی مجلس هست
که توی مجالس رسمی مثلا حتی تو عروسی اینا هم درست میکنن، ولی بیشتر تو ماه محرم خیلی الان درست میکنن. واسه من جالب بود که تو گیلان بیشتر آدما سلیقه‌شون رو به ترشیه، ولی این غذا با طعم شیرین غذای از انتخاب کردیم واسه لاهیجان. واسه من جالب. برنجی که داخل مجمع روی سفره بود جدا از رنگ و روی جذابش خیلی طعم خوب و متفاوتی داشت. کنار برنج عادی و زعفرونی سیاه پلو یا قوام پلو رو توی تصویر می‌بینید. من تا حالا حتی اسم چنین غذایی هم نشنیده بودم. برنجی که توی مراسمات درست میشه و یه جورای غذای مجلسیه. برای درست کردن سیاه پلو اول گردو رو میسابیم، همراه رب آلوچه و انار، آبگوره و شیره انگور میذاریم که جوش بیاد و از همه جالبتر چای خشک رو اضافه میکنیم. در نهایت با برنج آبکش شده میذاریم که دم بیاد. نتیجهش هم میشه این برنج خوشمزه و خوشرنگ. شیخ زاهد همون جاییه که تا پام به لاهیجان برسه حتما میام. برای من مسیر رسیدن به شیخ زاهد لذت بخشه، تماشای باغ‌های چای وسط شهر. ولی اتفاق بدی که طی این سالها افتاده، تعداد زیادی از باغ‌های چای این مسیر تغییر کاربری دادن و به ساختمان‌های مدرن تبدیل شدن. بگمونم نسبت به آرامگاه‌هایی که تو گیلان وجود داره، این بنا از نظر معماری متفاوته. توی راه استخر بودم که چشمم به این لیست از کتاب‌هایی که نویسنده هاشون لاهیجانی هستن خورد. به نظرم این کار خیلی درست و جذابه که چنین فضایی رو برای معرفی این نویسنده ها فراهم کردن. بهتر بگیم شلوغ‌ترین نقطه لاهیجان همینجاست که قدم میزنم. حالا برام یادآور خاطره‌ای از یک دوسته که دور همین استخر مادر و پدرش نامه‌های عاشقانه‌شون رو رد و بدل می‌کردن. تماشای استخر و جمعیت اینجا نشون میده که استخر لاهیجان مکانیه برای ملاقات آدم‌ها.